به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند آب و خداوند ما، خداوند روزیده رهنما. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی صنف 12. بنده محمد علی نجفی استاد مضمون جغرافیه در خدمت شما عزیزان هستم با یک مبحث و درسی جدید. عزیزان در ایستگاه فصل 4 جلسه 5 رسیدیم. عنوان فصل مواصلات و ارتباطات می باشد که موضوعات مطروحه در این درس یک ارتباطات یا کامیونیکیشن می باشد و در ادامه می خواهیم در مورد پست در حوزه جغرافیای افغانستان برای شما توضیح دهیم. عزیزان قند ما را همراهی نمایید. خب شروع میکنیم آغاز درس را با انواع ارتباطات. میخواهیم که انواع ارتباطات را برای شما توضیح نماییم که به 2 قسم باشد. قسم اول مخابرات می باشد که برقراری تبادل افکار، ارسال و گرفتن و اخذ پیام ها را گویند که یک تعریف دیگری نیز از این شده است تحت عنوان وسیله ارائه معلومات رسانی خبر، اموال و پیام رسانی در حوزه شخصی، تجاری از یک محل به محل دیگر که می شود تعریف مخابرات. و نوع قسم دوم دوستان همین انواع ارتباطات ترانسپورتیشن می باشد که تحت عنوان وسایل حمل و نقل نیز از او یاد می کنند. اگر یک مقداری دوستان در گذشته برگردیم متوجه میشیم که در حوزه ارتباطات اولین نوع وسیله ارتباطی چی بود دوستان؟ نگاه میکنیم در تاریخچه وسایل ارتباطی میبینیم که استفاده از دود و استفاده از تبل نخستین نوع وسایل ارتباطی بود که از سمت مردمان امریکای جنوبی و در واقع قاره آفریقا استفاده میشد و برای اعلان در واقع حرکت دشمن یا در واقع برای تهدید از این قالب و از این وسیله ارتباطی استفاده میگردد. کمی جلوتر که می آید استفاده از کبوتر برای نامه‌رسانی و خبردهی در مابین کشورها بسیار شمولیت پیدا می کند، به طوری که یونانی ها و حتی سلسله در واقع هخامنشیان از این قالب ها برای خبررسانی و آگاهی بخشی استفاده می کردند. حالا نگاه میکنیم که در عصر جدید یک مقداری بروزتر میشویم، متوجه میشویم که در حوزه مخابرات 3 عامل بسیار نقش حیاتی دارد. یک فرستنده است، دوم پیام است و سوم گیرنده او پیام است که در واقع فرستنده میخواهد یک پیامی را، یک متن را، یک نوشته را یا یک خبری را به دیگران که در واقع گیرنده پیام باشد منتقل سازد. خب در این انتقال یک وسیله نیاز است، یک ابزار لازم است که در واقع این خبر به او گیرنده برسد. او ابزارها میتواند از شکل‌های در واقع کاملا قدیمی یا بروز داشته باشد. شکل قدیمی که گفتیم براتون مثل دود بود، مثل تبل بود، مثل کبوتر بود، یا اشکال جدید که میتواند رادیو باشد، تلویزیون باشد، تلفن باشد، یا ماهواره و انواع و اشکال در واقع فضاهای مجازی نیز میتواند از اینستاگرام باشد، واتساپ باشد. این شکل‌ها و این وسایل در واقع چی هستند دوستان؟ مخابره هستند که از شکل‌های قدیمی به شکل‌های بروز و نو تبدیل و تغییر حاصل یافتند که وسایل را تحت عنوان ترانسپورتیشن از او یاد میکنیم. خب میرسیم در حوزه اول دوستان، حوزه ارتباطات که گفتیم نوع ارتباطات اولین نوعش چی بود؟ مخابرات است که تحت عنوان تلکامیونیکیشن از او یاد می شود. خب این مخابرات شامل چه ابزار و وسایلی است؟ شامل اخبار، رادیو، تلگراف، تلفن، پست، تلویزیون، فکس و اینترنت میتواند از اشکال چی باشد؟ مخابرات باشد. خب حرکت امواج رادیویی و نوری که به سرعت 300,000 کیلومتر
فی ثانیه در واقع قدرتی انتقال دارد. نگاه کنید دوستان، گفتیم در حوزه مخابرات ما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال ایستیم که یک پیام را، یک محتوا را از فرستنده به گیرنده منتقل سازیم. حالی از عوامل های استفاده میکنیم، از ابزارهای استفاده میکنیم که این انتقال را سریعتر و آسانتر کند برای ما. یکی از ابزارهای بسیار بسیار موثر در این زمینه دوستان چیست؟ همین امواج رادیویی و نوری است. قدرت انتقال و سرعتش رو میبینید که 300,000 کیلومتر فی ثانیه سرعت دارد. خب نخستین وسیله مخابراتی تلگراف می باشد. نگاه کنید دوستان، نخستین وسیله‌ای که در حوزه مخابرات برای ما در واقع این کار را انجام داد، این هدف انتقال را میسر ساخت، همین تلگراف است که توسط یک عالم انگلیسی به نام ساموئل مورس در واقع اختراع میشد. در سنه 1837 میلادی ساموئل مورس در واقع می آید یک وسیله تحت عنوان تلگراف را اختراع میکند، یک سری کدهای را برای او تعریف میکند، یک سری علائم را تعریف میکند که توسط برق در واقع این علائم به نقاط مختلف ارسال میگردد و پیام مخابره میشود. اعمار گتوی ملی و بین المللی در ساحه مهتاب قلعه شهر کابل که 364 ولوسوالی را با یکدیگر مرتبط می‌سازد. خب این اعمار گتوی چه زمان اتفاق می‌افتد؟ زمانی که انقلاب بزرگی در حوزه کارهای مخابراتی شکل می‌گیرد. انقلاب بزرگ از کجا نشأت می‌گیرد؟ از اختراع اقمار مصنوعی فضایی. میدانید که اقمار مصنوعی فضایی در واقع اون وسایل ارتباطی بود که انسان‌ها به سمت فضا این را هدایت کردند و فرستادند و پرتاب کردند و این ماهواره هایی که میبینید در اطراف کره زمین یا در کره‌های دیگر مشغول به فعالیت میباشند از سوی ناحیه انسان فرستاده میشن تا کاوش شود، تحقیق شود، پژوهش شود. این باعث شد که در حوزه نقل و انتقالات و ترانسپورت فضایی نیز یک شکل کاملا جدیدی ایجاد شود که باعث شد که تکامل بسیار بسیار بالاتری در حوزه تلفن، تلگراف و اینترنت در واقع شکل گیرد که کشور ما نیز از این تغییر و تحول مسئول نبود و دچار یک دگرگونی در حوزه ترانسپورت چی شد دوستان؟ مخابره‌ای شد. خب در این قسمت دوستان می‌خواهیم از اشکال انواع وسایل مخابراتی که در اسلاید قبلی برایتان توضیح دادیم در اینجا به صورت مصور برایتان نمایش می‌دهیم. رادیو، تلفن، تلویزیون، دستگاه فکس و در واقع اینترنت میتواند از اشکال مختلفی باشد که در این حوزه مشغول به فعالیت می باشد. خب میرسیم در پست. یکی از انواع وسیله مخابرات دوستان گفتیم چیست؟ پست می باشد که پست را می‌خواهیم در زمان حکومت امیر شیرعلی خان بررسی نماییم. خب میگویند که رواج نخستین بار امور پستی در اصل امیر شیرعلی خان که در سنه 1870 میلادی میباشد. امیر شیرعلی خان را به عنوان بنیانگذار پست در داخل کشور عزیزمان افغانستان می‌دانند که نخستین پست در دوره ایشان در حوزه جغرافیایی افغانستان شکل گرفت. واقع شدن پستخانه در بالاحصار کابل به نام چاپارخانه. میدانید که نخستین مکانی که در حوزه پست در واقع اقدام شد و تأسیس کردید منطقه‌ای بود با نام چی؟ بالاحصار کابل که بعدها نام او مکان را به نام چاپارخانه گذاشتن. اگه برگردیم در سابقه تاریخی این کلمه نگاه بیاندازیم متوجه میشویم که چاپارخانه در عهد کوروش هخامنشی شکل گرفت. کوروش هخامنشی چیکار کرد؟ آمد ایشان برای اینکه یک امپراتوری بسیار بسیار کلان در حوزه آسیا داشت بتواند اداره و در واقع سیاستگذاری کلان را بتواند سهل الوصول نماید از چاپارها استفاده میکرد. برای چاپارها در واقع یک مکانهایی را قرار داد تحت عنوان چاپارخانه. چاپارخانه یک استراحتگاهی بود که کسانی که میخواستن
اخبار، نامه ها یا در واقع چیزهای دیگر را به مناطق دیگر منتقل سازند، در اون ناحیه می آمدن استراحت میکردن، تجدید قوه میکردن و اسبهای تازه نفس را میگرفتند و سوار میشدن و راهی منطقه مزبور میشدن. میگویند که طول مسافت نخستین چاپارخانه نیز دوستان 2500 کیلومتر می باشد. خب بعد آمد در واقع چی شد؟ چاپارخانه در حوزه افغانستان در عهد امیر شیر علی خان تأسیس گرفت که در واقع نخستین تأسیس او نیز در منطقه بالاحصار کابل می باشد. مشهورترین تیکت پستی زمانه امیر شیر علی خان نیز تحت عنوان کله شیر می باشد دوستان. یک تیکت پستی که بر روی او یک کله شیر منقش می باشد که نخستین تیکت پستی افغانستان به شمار می رفت. تحریر مکتوبات دولتی با کلمه فوری شناخته شده به نام پسته بردار یا پسته فوق‌العاده. نگاه کنید دوستان، پس در زمان امیر شیر علی خان مکتوبات دولتی که بسیار بسیار مهم بودند، بسیار بسیار سری بودند، این تحت عنوان چی؟ تحت عنوان نام فوری یا پسته فوق‌العاده توسط افراد مخصوصی به نقاط مختلف کشور فرستاده میشد. انتقال پسته به مرجع از طریق پسته‌رسان‌های اسب سوار به نام چاپار. پس او قاصدهایی که این نامه‌ها، این مکتوبات دولتی یا غیر دولتی را می آمدن به مناطق دیگر ارسال می‌کردند، تحت عنوان چی یاد می‌شد دوستان؟ تحت عنوان چاپار از او یاد می‌شدن که این چاپارها برای نقل و انتقال از چی استفاده می‌کردن؟ از اسب استفاده می‌کردن و نامه‌ها را به مناطق مختلف می‌رساندن. ارسال مکتوبات دولتی به ممالک خارجی توسط قاصد مخصوص. خب اگر یک زمانی نامه‌ها از نظر سریت، از نظر محرمانه بودن، اهمیت بیشتری پیدا می‌کردن، این نامه‌ها توسط اشخاص مخصوصی به نام قاصد مخصوص به کشورهای دیگر، به ممالک همسایه یا ممالک در واقع دورتر فرستاده می‌شد. خب در تصویر پیش روی دوستان میبینید که یک چاپارخانه برای شما به شکل و به رویت رسیده است که در واقع یک شکل کلی از چاپارخانه است که چاپارها می آمدند و استراحت میکردند و اسبهای تازه نفس را میگرفتند و به کار خود ادامه میدادند و مأموریت نقل و انتقال نامه‌های سری و محرمانه را پیش روی میرساندند. خب می‌ایم دوستان یک مقداری جدیدتر میشویم، در دوره معاصر پست را بررسی میکنیم. در حوزه عصر معاصر دوستان میبینیم که تنظیم جریان امور پستی در سنه 1892 میلادی در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان، بعد از اینکه دوره امیر شیر علی خان به اتمام میرسد تا آغاز دوره حکومت امیر عبدالرحمن خان، حوزه پست بسیار متوقف و ساکن و ثابت میماند و متاسفانه تغییری دگرگونی در این زمینه حاصل نمی شود تا زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان که در واقع یک پویایی و یک تغییر و دگرگونی در حوزه جریان امور پستی شکل میگیرد. افزایش تعداد پستخانه ها و خطوط پستی در عصر امیر حبیب الله خان در سنه 1907 میلادی. پس تعداد پستخانه ها یا خطوط مواصلاتی که در حوزه پست فعالیت میکردند در عصر امیر حبیب الله خان تعدادش افزایش پیدا میکند. میرسیم بعدها به این که تغییر نام دفتر پستی به داکخانه در زمان امیر حبیب الله خان که در واقع نام قدیم این مراکز پستی رو چی میذاشتن دوستان؟ چاپارخانه ها میذاشتن. نامش تغییر پیدا میکند، دفاتر پستی تغییر میکند و نام او میشود داکخانه که نخستین داکخانه تحت عنوان داکخانه خداداد در کابل احداث میگردد. مدیریت عمومی پست، تلگراف و تلفن تحت وزارت خارجه قرار میگیرد که این واقع در دوره امان الله خان شکل میگیرد. در دوره امانی که تغییرات بسیار بسیار وسیع و گسترده در حوزه ارتباطات و در حوزه ترانسپورتیشن دوستان اتفاق میافتد. پست
تلگراف و تلفن نقش بسیار بسیار حیاتی و ضروری پیدا میکند، به طوری که این موقعیت بسیار حساس زیر نظر یکی از وزارتخانه‌های بسیار حساس که وزارتخانه در واقع وزارت خارجه می باشد قرار موقعیت می یابد. استفاده از موتر در حمل و نقل پوست کابل و مشرقی در سنه 1925 میلادی. در دوره امان الله خان نخستین بار از موتر برای انتقال در واقع نامه‌ها، وسایل ضروری، چیزهای حیاتی که در زمره اداره پست قرار می گرفت به دیگر نقاط از سمت کابل شکل گرفت، به طوری که نخستین موتر که جایگزین اسب می شود در حوزه پست دوستان در زمان ایشان رؤیت می شود که از کابل به سمت ننگرهار ای در واقع تحول و ای انتقال شکل می گیرد. ارتقاء ریاست مخابرات به وزارت مخابرات. نگاه کنید دوستان، گفتیم که وزارت مخابرات در واقع قبل از اینکه تبدیل به وزارت خانه شود در واقع یک ریاست بود که ریاست مخابرات افغانستان زیر نظر وزارت خارجه اقدام و فعالیت میکرد، ولی بعدها در سنه 1344 هجری شمسی تغییر پیدا میکند و خود ریاست مخابرات تبدیل به یک وزارت خانه میشود و عضویت افغانستان در اتحادیه پستی جهان که این اتفاق بسیار مهم و بزرگ در سنه 1928 میلادی اتفاق می افتد. خب دوستان متعلمین عزیز، وارد سوالات کنکوری شویم. سوال اول میگوید سرعت حرکت امواج نوری در یک ثانیه چند هزار کیلومتر می شود؟ 1 400,000، 2 200,000، 3 6,000 و گزینه 4 300,000. سرعت حرکت امواج نوری در یک ثانیه چند هزار کیلومتر است؟ کدام از گزینه صحیح دوستان؟ احسن، سرعت امواج نوری در هر ثانیه بالغ بر 300,000 کیلومتر می باشد که جواب سوال فرم اول کنر 1398 است. سوال بعد میگوید در سال 1928 میلادی افغانستان عضویت کدام یک از اتحادیه های زیر را حاصل نمود؟ فرم نظامی 1398: 1 جامعه ملل، 2 اتحادیه پستی جهان، 3 اتحادیه عدم انسلاک و گزینه 4 اتحادیه تجارت و انکشاف. کدام یکی از این اتحادیه ها عضویت افغانستان در سال 1928 میلادی را پذیرفت؟ کدام دوستان؟ گزینه درست و صحیح اتحادیه پستی جهان است که می شود در واقع او نهادی که عضویت افغانستان را قبول می کند و جواب درست فرم آکادمی ملی نظامی افغانستان در سنه 1398 است. سوال بعدی میگوید در عهد امیر شیر علی خان در کدام یک از قسمت‌های شهر کابل پستخانه تأسیس شد؟ 1 مهتاب قلعه، 2 برج شهر آرا، 3 بالاحصار کابل و گزینه 4 قلعه شیرپور. کدام یک از اینا میشه گزینه صحیح؟ احسن، گزینه صحیح بالاحصار کابل است که نخستین پستخانه کابل در عهد امیر شیر علی خان در این قسمت کابل احداث گردید. سوال بعد میگوید مشهورترین تیکت پستی زمان امیر شیر علی خان چه نام داشت؟ فرم کنر 1396: 1 کله گرگ، 2 کله پلنگ، 3 کله شیر و گزینه 4 کله اسب آبی. کدام گزینه میشه جواب صحیح ما متعلم؟ احسنتم، گزینه صحیح کله شیر است که گزینه 3 می باشد و در واقع گفته شده است که از نظر قیمت و ارزش مقدار کله شیر این تیکت پستی 1 شاهی و 1 سنار می باشد. سوال بعدی میگوید تبادل معلومات میان دو ساحه به اصطلاح ذیل یاد میگردد. فرم سیوم غزنی 1396: 1
ترانسپورت. 2 ارگانیزیشن. 3 کامیونیکیشن. و گزینه 4 هیچ کدام یک از این 3 یا 4 گزینه دوستان میتواند گزینه صحیح ما برای این سوال باشد. کدام است؟ احسن، گزینه درست می شود کامیونیکیشن یا ارتباط دوستان، که این ارتباط در واقع چیست؟ تبادل معلومات میان 2 ساحه مختلف است که به این نام انگلیسی از او یاد می شود. خب دوستان متعلمین عزیز، در پایان جلسه امروز رسیدیم. مانده نباشید، مبحث امروز در پایان رسید. تا جلسه بعد همه شما عزیزان و دوستان همیشگی را به خدا و الله پاک می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.